طی هفته‌های اخیر در تمام تلویزیون‌های تاجیکستان فیلم حجتی خیانت نمایش داده ایستاده است. این فیلم دلیلگر آن است که چنانه که ما از مرحله‌های تاریخ به ما انیق بود، این فیلم خیانت یعنی به ما دلیل و فکت شده میتواند و اعضای حزب نهضت تروریستی اکستریمیستی که آنها در گذشته چیکار میکردند و امروز ها نیز به چه کارها مشغول هستند، همین فیلم دلیل و اثبات آن است. در فیلم اساساً شخصیت محیدین کبیری را عیان کرده است که به او اساساً به محیدین کبیری مفهوم های وطن، مادر، برادر، پدر، این خیلی مفهوم ها برای ارزش ندارد، برای اینکه او برای دو تنگ پول خواجگان خارجی است از سر هم مادر و هم وطن گذشت و فراری شد و امروز ما می‌بینیم که طریق شبکه‌های اجتماعی، چی شبکه‌های اجتماعی و چی همون یوتیوب میگیم، فیسبوک، به طریق اونها دائم حرکت میکند که به سر مردم ملت تاجیک، دولت تاجیک یعنی سنگ زند و یعنی میخواهد خلق را ناآرام سازد. اما امروز چنانه که به هر کی ما معلوم است تاجیکستان عزیز ما تنج و آرامی است، یعنی خلق مردم شرفمند تاجیک یعنی هر رنگی سفید را از سیاه فرق کرده میتوانند و من باوری دارم که به این فتنه های این بازیچه های موحدین و هم مسلکانش داده نمیشوند.